ارزیابی ریفرم‌های جدید وزارت معارف عنوان میز گردی است که مرکز مطالعات استراتژیک منطقوی یا CSRS آن را برگزار کرده است. برادرای گرامی و خواهرای عزیز، این برنامه در حقیقت یک به سلسله برنامه‌های مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نشست و یک میز گرد علمی است. ما در اینجا با هم گرد آمدیم تا یک موضوع مهم ملی را به بحث بگیریم و به دور از شعارها و به دور از به اصطلاح تبلیغات فیسبوکی و رسانه‌ای. سخنرانان در این میز گرد میگویند که وزارت معارف از گذشته تا حال سیاسی بوده است و هر جهتی خواسته است به خاطر رای آوردن آن را در اختیار داشته باشد. نکته دوم که مشکل اساسی وزارت معارف است سیاسی بودن وزارت معارف. یعنی تمام احزاب و حرکت ها به فکر بودن چطور شود که وزارت معارف را بگیرم که از این طریق در انتخابات دست اول داشته باشه، چه انتخابات ریاست جمهوری باشه، چه انتخابات شورای ولایتی باشه، چه انتخابات ولسی جرگه باشه. پس هدف این بود که چگونه خدمات تقدیم. به گفته آنان ریفرم‌های جدید وزارت معارف بدون تحقیق جدی توسط رئیس جمهور انجام شده است. در این صورت حتی رئیس جمهور ما به این فکر شده که بیش از 3800 تن در داخل وزارت در مرکز کار میکنه، مگه این تشکیل بیایه با 500 نفر. هرگاه که این را کم میکنی به کدام اساس، به کدام تحقیق، به کدام سیستمی که تو خلاها را تثبیت کردی. دوستای عزیز، هیچ اداره در افغانستان این سیستم تحقیق نکرده. رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف میگوید که ریفرم‌های وزارت معارف در سالهای اخیر سلیقوی بوده است. دا اصلاحات سلیقوی او ډیر دقیق او سنجول سوي نو. وخت کې اول خدا د سي دغه وزیران غیر متخصص وزیرانو اخو سیاسي خلک دي غیر متخصص، خو بیا دغه ملاحظې ډېرې وي ورسره، سیاسي ملاحظې په تشکیل کې هم ورسره ډېرې وي، یو خو اهدافو کې اب هم ورسره وي، په کړنو کې کړنلارو کې دا هم ورسره، دا سلیقوي مسایل یې په تشکیل کې هم دخیل کړ. به گفته رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف، مشکل دیگر در وزارت معارف همچنان تقسیمات نژادی و زبانی است که معینیت‌ها در این وزارت و اساس زبان قوم ایجاد شده است. فاروق وردک صاحب له وخت نه تر دا اوسه پورې ووینئ، دوه معینان پښتانه، دوه معینان دری زبان، یو معین همیشه، یو معین هزاره او یو معین ازبک. سره له دې چې د ټولو ادارو تشکیلات باید د هغوی تر کارو پورې مرتبط وي چې دوی څه ډول کارونه ترسره کوي. سخنرانان در این میز گرد همچنان به پرسش‌های اشتراک کنندگان پاسخ دادند. مرکز مطالعات استراتژیک منطقوی در حال ارزیابی ریفرم‌های جدید وزارت معارف پرداخته است که این وزارت در این اواخر به یک سلسله ریفرم‌های جدید پرداخته است و این ریفرم‌ها با واکنش‌های جدی سیاسیون، علما، دانشمندان و شهروندان کشور روبرو شده است.